چطوری بچه‌ها؟ امیدوارم حال دلتون خیلی عالی باشه. من نمیسیز هستم و لطفا قبل از دیدن ویدیو حتما چنل منو لایک، کامنت، سابسکرایب کنین. خیلی 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 به من انرژی میدین دوستان عزیز و میتونیم به خانواده یوتیوبمون ملحق بشین. آقا ما اینجا رفته بودیم آلکاتراز و اینکه دیدیم صدا پا داره میاد، رفتیم دیدیم داخل خونه و یک شات زدیم که نخورد بهش، دومی شات هم زدیم دیدیم اصلا ناک نشد. یک شات زدیم به اون یکی دیگه، دوباره با دومین شات از پا در اومد دوستان عزیز و اینجور که میبینین کشتیمشو. از اینجا از پلا داشتیم میرفتیم بالا که دیدیم از بالا سکو داره میزن و یک شات زدیم و این که دوباره پریدیم و یک شات دیگه هم زدیم که ناک شد. اینجا هم یک شات دیگه زدیم به این دوستمون که ناک شد. اینجا هم نشسته بودیم دوستان که همینطور که می‌بینین اینا که ناک کرده بودیم و زدیم و فرستادیم با پروازمون بیان و اینجا رفتیم که بریم داخل خونه دوستان، دیدیم که ناک شده. باز اومدیم بریم دیدیم که یکی اومد پایین و داره شلیک میکنه و یک شات زدیم بهش، دو تا شات زدیم نخورد و سومین شات از پا درش آورد دوستان. و اینجا دیگه 200 رو پر کردیم و اومدیم پشت این جعبا که آرمورمون پر بشه و نتونن ما رو بزنن. اومدیم بریم پایین دیدیم اومد بالا خودشو یک شات کارشو تموم کرد. اینجا دوستان رفتیم پایین که لوت کنیم و داشتیم خشابامون هم پر میکردیم که دیدیم دوباره اومدم پایین و اینجا پامپت رو برداشتیم. عاشق پامپت اینجا بغلمون بود، اومدیم رو هوا شات بزنیم بهش که نخورد. رفتیم داخل خونه و با اولین شات انداختیمش دوستان عزیز. اینجا هم همینطور که بینید داشتیم میرفتیم دنبال صدا پا که اینجا رفتیم بالا و دیدیم یارمون با یک انمی درگیر شد و از این ور رفتیم، نمیدونم حتما آرمورش تموم شده و اینجا اومد منو بزنه که با یک شات زدیمش دوستان عزیز و اومدیم آپگریدش هم برداشتیم و اینجا هم خشابامون عوض کردیم. دوباره صدا پا اومد، منم رفتم از این پلا پایین که دیدم دوباره اومده بالا و شات اولی نخورد. رفتیم بالا و شات دومی انداختش به این قشنگی و یارم هم اومده بود کاور من. اینجا دوباره خشابا رو پر کردیم دوستان، رفتیم صدا پا داخل خونه می اومد با پامپت رفتیم بالا، هم رفتیم بریم بالا سرش دیدم از داخل خونه رفت و همونی بود که زدیمش. دوستان خیلی خیلی ممنون که تا اینجا همراه من بودین. لطفا لایک یادتون نره.